این پاییزی ترین دسریه که شما میتونید توی این فصل این کدوهای خوشگل و خوشمزه درستش کنید. هم سالمه هم خیلی مقویه. برای درست کردنش نیاز داریم به یه دونه کدو حلوایی که پوستش رو میگیریم، تخمه های داخلش رو در میاریم و به تیکه های خیلی کوچولو خوردش میکنیم. بعد میریزیم داخل یه قابلمه، بهش آب اضافه میکنیم، میذاریم روی حرارت تا کاملا بپزه و اون آب اضافیش کشیده بشه. با هر وسیله‌ای که دم دستتون، از گوشت برقی استفاده کردم، کاملا پورش کنید. بعد بهش کره رو اضافه کنید و دوباره بذارید روی حرارت. به مدت 5 الی 6 دقیقه کدوها رو با کره سرخ کنید. بعد بهش شیر عسلی اضافه کنید، دارچین، نشاسته ذرت، با هم مخلوط کنید کاملا تا موادتون یک دست بشه. بعد بهش در آخر شیر رو اضافه کنید. مواد رو هم بزنید، دوباره بذارید روی حرارت برای 7 الی 8 دقیقه تا موادتون غلیظ بشه. حالا بریزین داخل ظرف مورد نظرتون. برای روش من از گردوی خرد شده و عسل استفاده کردم. میذاریم داخل یخچال برای مدت 5 الی 6 ساعت تا یه مقدار خودش رو بگیره. واقعا این دسر هم خوشمزه بود هم بی‌نظیر. یادت باشه این پست رو برای دوستات بفرستی، اونا هم ایده بگیرن و درست کنن. لایک و کامنت هم یادت نره.